اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید میان این وزارت و 7 مؤسسه تفاهم نامه همکاری به امضا رسیده است. از سوی سرپرست وزارت معارف در کابل پروسه الکترونیکی سازی نتایج فارغان صنف 12 افتتاح شد. وزارت امور داخله می گوید از سوی قماندانی امنیه کابل در شهر پاکسازی استیکرهای شیشه سیاه موترها آغاز شده است. از سوی سازمان صحی جهانی در کشور 204 مرکز صحی و 67 بانک خون با وسایل طبی مجهز شده است. نمایندگی سازمان متذکره در افغانستان می گوید در این مراکز صحی به منظور فعالیت ده‌ها تن آموزش دیده است. مسئولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فرا می گوید در سال 1401 هجری شمسی 29 میلیون و 568 هزار و 311 افغانی عواید جمع‌آوری نموده است که نسبت به سال 1460% افزایش را نشان می دهد. وزیر تحصیلات عالی از شفاخانه‌های تدریسی شهرآرا، شفاخانه چشم و میوند بازدید نمود و با کارمندانشان کمک نقدی نمود. شیخ محمد ندیم در مورد حل مشکلات شفاخانه‌های نامبرده اطمینان داده است و در مورد ارائه خدمات بهتر برای مسئولین سفارش نموده است. مرکز کنترل مرض شکر در ولایت ننگرهار افتتاح می گردد. معین مالی و اداری وزارت صحت عامه مولوی محمد اسحاق صاحبزاده در موجودیت والی ننگرهار حاجی مولا محمد نعیم آخوند با سرقنسل کشور ایران مجید صادقی دیدار و در مورد مرض کنترل شکر گفتگو نمودند. از مرکز آموزشی پلیس ولایت پکتیکا 301 تن از مجاهدین پس از آموزش تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی فارغ گردیدند.